پس از فرمان موبیلیزاسیای سربازان ایلووگی به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین، اعلانها درباره جوانان گم شده تاجیک در روسیه افزوده است. فقط در ماه اکتبر امسال تقریبا 10 نفر از بیدرک شدن فرزند و یا برادرشان به رادیو آزادی خبر دادند. آنها از 23 ساله هستند. خویشاوندان جوانان بیدرک شده تخمین میکنند که آنها را به ارتش روسیه و یا به جنگ در اوکراین بردند. سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعت‌ها را درباره گم شدن مهاجران تصدیق کرد. مقامات روسیه درباره ناپدید شدن جوانان تاجیک خبری ندادند. این موضوع پس از آن داغ شد که خبر کشته شدن احسان امینزاده، یک مهاجر تاجیک، بعد 5 روز ناپدید شدن در تمرینگاه بلگراد رسانه‌ای شد. اکرمجان شایسمتوف 24 ساله از نوع رودکی روز 10 اکتبر، همان روزی که احسان امینزاده ناپدید شده بود، برای پیوندانش دست نورس گشت. خالش سیوره عزیزова به رادیو آزادی گفت خواهرزاده‌اش 3 سال باز در انبار سبزوات کار میکرد و روز 10 اکتبر از مدیرش برای تعمیر تلفن 2 ساعت جواب پرسید و بیدرک شد. صدام صدیروف 20 ساله از دوشنبه روز 5 اکتبر از محله میر شهر مسکو گم شده است و تا این دم با نزدیکانش در تماس نیست. به قبل پیوندانش آن روز گفته است که به نزد دوستانش می رود. حسن بانو نظرova و مادر صدام صدیروف گفت به پلیس مسکو مراجعت کردند ولی با گذشت بیش از نیم ماه پاسخی نگرفتند. صدام صدیروف و برادرش 1 سال پیش به مهاجرت رفته در شرکت راسازی در ولایت مسکو کار میکردند. مقامات روسیه درباره ناپدید شدن جوانان تاجیک هیچ شرحی ندادند و سفارت تاجیکستان در روسیه روز 26 اکتبر به رادیو آزادی گفتند درباره ناپدید شدن شهروندان مراجعت گرفتند. مقامات ملیسا عریضه را درباره گم شده او قبول میکند. بسیاری از نزدیکان گم شده او فکر میکنند که آنها به اوکراین رفتند. ما درباره مجبورا به اوکراین بردن شهروندان مراجعت نگرفتیم، گفتند در سفارت تاجیکستان در روسیه. کریم جان یار فومی حقوق مهاجران میگوید ناپدید شدن شهروندان تاجیکستان را در روسیه با همکارانش تحقیق کردند. بعضی از مهاجران ناپدید شده اختیاری و با راه‌های دیگر به ارتش جلب شدند. گروه دیگر را برای کار به شهرهای از جانب روسیه غصب شده اوکراین به مثل ماریوپول بردند. گفت او در این میان به قول یاروف شخصانی نیز هستند که ناپدید شدن آنها به موضوع اوکراین ربطی ندارد ولی شمارهشان خیلی کم است. کریم جان یاروف میگوید پس از آن که تاجیکستان از شهروندانش دعوت کرد به شهرهای غصب شده اوکراین برای کار نروند و شرکت آنها را در جنگ جنایت دانست، ظاهرا مهاجران پنهانکار شدند. مقامات روسیه نمیخواهند که آنها در ارتش یا در ساختمان‌های منطقه‌های غصب شده از تلفن استفاده کنند. آنهایی هم که اختیاراً رفتند و شهروندی دارند منفعت‌دار نیستند که خود را آشکار کنند. آنهایی که مجبوری جلب شدند به هر وجه به پیوندان خود خبر می‌دهند. گفت او در این میان یک حالت نیز ثبت شده است که جوان گم شده در روسیه را در تاجیکستان پیدا کردند. محمد دلشاد بایزاده یک مهاجر تاجیک روز 10 اکتبر در روسیه ناپدید شده بود و در سرحد افغانستان بازداشت شد. هر سال 100,000 نفر اساساً جوانان از تاجیکستان برای کار و دریافت معاش مناسب به روسیه می روند. مقامات روسیه شماره عمومی مهاجران تاجیک را 2 میلیون نفر حساب کردند، اما جانب تاجیکستان تعداد آنها را 600,000 نامیده است.